سلام علیکم، روزی همگیتون بخیر باشه. از اونجایی که در شهر جده و در شهر مکه مهمون خانه های هم گسنیتسا بسیار هسته و از سببی که حاجی ها بسیار می آیند و این چنین توریست ها خودشان هم که بسیار هستند و فروشگاه هایی که هست، همه اینها این بیناها نه کمتر از 3 لیفت دارند. بعضی هاش گسنیتسا های کلانتر هست که 8 تا 10 لیفت در خود دارند. تمام اینها خلاص نیاز به چی دارند؟ تعمیر دارند که خواه نخواه یتش نه یتش ویرون میشد. پس برای همین دو جای هست، دو جای کاری هست که نیاز به استوهای لیفت دارند که برای استوها جای خواب هم تأمین میکنند. برای کسایی که میخوان که در این وظیفه یا که در این شغل خودشون تقدیم کنن، میتونن که به رقمای بده زنگ بزنن، معلومات بیشتر رو بگیرن و عاید معاش یا اینکه حق کاریتون با اینها صحبت کنین. نقل کفالت دارن، یعنی که میتونن که در عهده خود بگیرن و شما نیاز ندارین که هر 3 ماه بعد ترک مملکت سعودی عربی بکنین. معلومات مفصل تر میتونین که در این رقم ها دریافت کنین. دیگر زنده و سلامت باشید. آرزوی موفقیت.